به او جای دیگه که دیده بودیم خونه میرسه، اما از هیچ کده خوب است. اصل هیچ گپ نمیزنی دخترم، چی شده؟ مادر، وقتی که وضعیت الینا خراب شده بود تو اونجا بودی، چرا به اداره نیکا رفتی؟ دلم راضی نشد دخترم، دلم راضی نشد که کنان هم زندگی خدا و هم زندگی او دختره تباه کنه. کنان مثل بچه‌ام است، سرش بسیار حق داره. نمیتونستم تماشاگری اشتباهش باشم. خب چطور مانش میشدی؟ میگفتی که همراهی اورال عروسی کردیم؟ بیازو به گفتن چیز ضرورت نبود. شاید نصیب نبوده که عروسی نکردم. الینا چطور است؟ هنوزم در شفاخانه است؟ حال رخصت شدن خوبتر است. خدا شفا بدهش، و هم دختر جوان است. دیشب خوب شد که به خاطر ابرو زنگ زدی، از تشویش مردم. پدر مام در اونجا می باشه، به خاطر او به تشویش نیستی؟ خدا جزایش بده، خدا لعنتش کنه. مادر قسم نگو، اونا به خاطر که تو جگر خون نشی نگفتن. اصل پیش من از اونا دفاع نکن. خب ابرو خود دختر جوان است، فکرش در سرش نیست، اما خلی با وجود فهمیدنی که چی بلای سر تو آمده بازم چشم پوشی کرد و به من چیزه نگفت. و 24 سال میشه که شوهرم است و بسیار خوب میشناسمش. در حالی که اقدر سالا با هم بودین چطور تحملش کردی؟ به من خو میگینه مجبوریت تو چی است؟ این مسئله را بسته میکنیم اصلا. به ابرو بگو که به خانه بیاید. هیچ دلم راضی نیست که هر دویتان در او خانه باشین. وقتش که برسه ترام از او جهنم میکشم دخترم. تو به خاطر من به تشویش نباش، من دیگه اصل سابق نیستم. من به سویه خود پلان دارم مادر. بعد از این ساعت کسی مرا جگر خون ساخته نمیتونه. اصل نی قلبم قبول میکنه و نی مغزم. کسی که کت تو اوتی یک کار کده چطور همروش در یک خانه در یک بالش سرت میمونی؟ قسمی که تو فکر میکنی نیست مادر. اورال در اتاق من نمیایم. دلت کاملا جمع باشه. راست میگی؟ فقط یادت باشه که من اصل سابق نیستم. خوش آمدین خانم جانان. آقا اورال در اتاقش است، اگه میخواین برشان خبر بتم. ضرور نیست. حتی با اورال نگو که ما آمدیم. ما اینجا آمدیم که کت کنان گپ بزنم. بله آقا کنان در اتاقش است. بیا. وقت داری؟ البته، بفرمایید. میفهمم که به خاطر گپ زدن در مورد الینا آمدین. بله. تشویش نکنین. او مسئله دیگه بسته شد. ما جدا شدیم. دفعه دیگه با هم نمیبینیم. خاطرتان جمع باشه. ما اینجا به خاطر گفتن برعکسی آمدیم. حتی به فکر مام نمیامد که یک روز از تو یک چیز میخوایم. حتی به خاطرش به تو التماس میکنم. هیچ وقت فکر ایره نکرده بودم. اما زندگی است دیگه. در پیش زندگی عزیزایت غرور چی مانا داره ایره نمیفهمم. فهمیدی؟ الینا تو را بسیار دوست داره. حتی مثل دیوانه عاشقت است. تنها کسی که او را به زندگی امیدوار می سازد تو هستی کنان. الینا
الینا بسیار مریض است. دکتر گفت که روزای انگشت شمارش مانده. شما چی میگین؟ الینا میموره. پاره قلبم میموره. کنان دخترم میموره. کنان اگر لازم باشه جان خودم میتونم و هم دمی لحظه، اما فایده نداره. در این روزای آخر غیر از خوشحال ساختنش چیز دیگه از دستم نمیآید. میخوایم که پیشش باشی تا آخرین نفسهایش. اگر یک مدت کوتاه باشه شب و روز پیشش باش لطفاً، به خاطر که زیادتر از همه پیش تو خوشحال می باشه. بله اینا رسیدیم. اینجا همون جایی نیست که دیروز آمده بودیم؟ بله. خب چرا اینجا آمدیم؟ بریم داخل. مژده همی است. اینجا را میگیریم. حالا قرار داده امضا میکنیم. خوش آمدین خانم ملکه. سلام. شما خوش آمدین خانم محترم. بسیار تشکر. قرارداد آماده است؟ آماده است. عالی است. باید معلومات شخصی تان پر کنیم. میشه تذکرتان بگیرم؟ بفرمایید. بسیار تشکر. مادر هنوز پیسه را پیدا نکردیم. چطور قرار داده امضا کنیم؟ پیسه ما تیار است دخترم. چی؟ خانه الدره را فروخت. چرا قسم یک کار کردی؟ او تنها یادگاری بود که از پدر کلانه مانده بود. چرا تو کردی؟ دیگه ای که تو خود زادگاهتون ترک کردن نمیتونی. دخترم از ما هم خانیم هم وطنم، تمام هستیم تو هستیم. دیگه هیچ چیز مهم نیست. رئیس کارا را حل کردیم. با حساب خانم ملکه پیسه حواله شد. ملکه خبر نیست که ما خانه را خریدیم. نه رئیس، یک کس دیگر را در بین قرار دادیم. دو صورت عالی است. خانم جانان میشه کم گپ بزنیم؟ فعلا نمیشه. خانم جانان لطفاً گفتهای شما و کنعان شنیدم. به خاطر دخترتان بسیار جگرخون شدم. تو دانه دروازه گپای ما رو گوش میکردی؟ طرف مسئله کن. راجی به وضعیت صحی الینا به هیچ کس چیز نمیگی؟ اگر نه تشویش نکنید. به کسی هیچ چیز نمیگم. اما این کارتان اشتباهه که به خاطر یک جای شدن کنعان و دخترتان همراه کنعان گپ میزنید. تو کی هستی که به من نصیحت میکنی؟ خواهش میکنم. اصلا او قسم یک موضوع نیست. من فقط خواستم که نظرم بگویم. همراه اصل گپ بزنید. تنها راه ماندن دخترتان با کنعان ای است که کنعان کلن از اصل دست بردار شود. دزدم آقا اورالان با این رابطه چندان راضی نیست. تنها کسی که میتونه مانع کنعان و بچیتان شود اصل است. مبارکتون باشه خانم ملکه. زنده باشی. این دوستیتان. تشکر میکنم. کلیایتان. خب با ما اجازه بسه. براتون کار پربرکت میخوایم. زنده باشی.
کار ختم شد. خب حالا دیگه او اعلانه پس کن. همراه اصل گپ بزنید. تنها راه ماندن دخترتان با کنعان ای است که کنعان کلا از اصل دست بردار شود. در ضمن آقا اورالان با این رابطه چندان راضی نیست. تنها کسی که میتونه مانع کنعان و بچیتان شود اصل است. کارهای بسیار مونده که باید انجامش بدیم دخترم. اول از صفاکاری شروع میکنیم. پیسه خریداری لوازم داریم، ده اون مشکل نیست. بعد از صفاکاری میبینیم که چی کم بودی و کاستی است، نظر به اون لیست تیار میکنیم و خریداری میکنیم. درست است. حالا دختر بله خانم جانان. اصل چطور هستی؟ خوب هستم، زنده باشی. اگه بیکار باشی یک موضوع بسیار مهم است که میخوایم دربارش همراهت همیاله گپ بزنم دخترم. راستش کمی کار دارم، میشه شب گپ بزنی؟ متاسفانه اوقدر وقت ندارم. واقعا بسیار مهم است. دکتر گفت که روزای انگشت شمارش مونده. الینا میموره. دخترم میموره کنان. میخوایم که پیشش باشی تا آخرین نفسهایش، به خاطر که زیادتر از همه پیش تو خوشحال میباشه. خوش آمدی اصل. خوش باشی. بفرما لطفاً. از اینکه قلب من نشکستاندی و آمدی بسیار تشکر. خب بگوین، گپایتان گوش میکنم، گفتین مهم است. یک چیز بسیار مهم است. مسئله مرگ و زندگی است. خانم جانان شما خوب هستین؟ هیچ خوب نیستم اصل. دخترم میموره. روزای آخر زندگیش است. نفهمیدم. شما خود گفته بودین خوب میشه. نمیخوایم کسی خبر شود، خصوصا اورال. دخترم پیش چشمایم خاط مرده است و من هیچ کاری کده نمیتونم. همراه تو به حیث مادر اورال یا خوشویت نه، به حیث مادر الینا گپ میزنم اصلا. به عنوان یک مادر که به خاطر زندگی اولادش میتپه گپ میزنم. خواهش میکنم به من کمک کن اصلا، لطفا. در این زندگی تنها چیزی که دختر من خوشحال میسازه بودنش با کنان است. لطفا دختر. تا به امروز هیچ وقت با من رابطه درست نداشتین. حالی هم از من کمک میخواین. اما چی کدم میتونم؟ این چی از دست میایم؟
هر دوی ما بسیار خوب میفهمیم که کنان چرا اینجاست. به خاطر آزار دادن و انتقام گرفتن از تو اینجا آمده. به عنوان یک مادر از تو التماس میکنم اجازه بده که او طرف فراموش کن. این کار فقط با این امکان پذیر است که تو را با شوهرت خوشحال ببینه. حسن اجازه بده که دخترم زندگی کنه، خوش باشه. به حیث یک مادر ازت خواهش میکنم حسن، لطفا. تنها کسی که میتونه مانع اورال و کنان شود تو هستی. شما چرا از ما کمک میخواهی؟ ده زندگی آخرین آدمی که باید ازش کمک بخواهید مستم. برعکس، ده این مسئله کسی که مرا بهتر درک میکنه تو هستی. به خاطر که تو هم به خاطر عزیزایت فداکاری بزرگ را انجام دادی، به خاطر اتفاقاتی که تا به امروز سپری کردیم، به خاطر رفتاری که با تو داشتم شاید سرم باور نکنی. حقم داری، اما زنگ بزن و پرسان کن. دکترم برای دمی گپایی که ما گفتم میزنم. دخترم میمره، دخترم میمره. به خاطر علینا جگرخون شدم. شما را بسیار خوب درک میکنم، اما شما میگین در جهنمی که درش زندگی میکنم به حیث جهنم نه، به حیث جنت طرفش ببینم. برات آزار میکنم، برات آزار میکنم حسن. چی میشه؟ چی میشه؟ لطفاً. خب چقدر شد؟ 2674 لیره. به قسط میشه خانم؟ البته بله، 3 قسط میشه. لطفاً از این بگیری. قسط اولشه؟ نه، کلشه بگیری. آی احمد، بسیار زیاد تشکر، اما ضرور نیست، من خودم پرداخت کردم میتونم. دیگه فرق نمیکنه برو، تو کافی است که بخوای کل دنیا را برات میخرم. کلانشان برام بدین خانم. روزتان بخیر. بریم. روزتان بخیر. تشکر. اوه، کل چیز خوب میشه. خدایا تو مرا نشرمون. چی میشه؟ چی میشه؟ مبارک باشه عزیز. چرا اینجا آمدی؟ ما با هم چی گپ زدیم؟ نگفته بودم که دفعه دیگه با هم روبرو نشیم. گفته بودی اما دی قسم وقتا باید آدم بیایه. عادت از دیگه. برگ سبز توفی درویش. مرا به حال خودم بان عزیز. از اینجا برو. دزم، تو از کجا خبر شدی؟ از یک طرف خبر شدم دیگه. حالا واس کن. توفی مبارک گفتن است. همیشه دم و یای تیره میموندی.
در حالتی که می بودی دمویای تیره حتما می موندی. پس ایره نگاه کرده بودی؟ ما هیچ چیزی که متعلق به تو از هور نابود نکردیم ملکه. خاطرات ما را، هر خاطری ما را. اما کلونو دقیق بودی نیست. کلش ده اینجاست. مادر؟ اصل دخترم خوش اومدی. من به خاطر مبارکی گفتن پیش مادرت آمده بودم. شما ده اینجا چی میکنین؟ دخترم آقا عزیز به خاطر مبارک گفتن آمده بود. بیازو حالا میرفت. او را پرسان نمیکنم. شب گذشته از یخن پدرم گرفته بودین. حالی هم بیخار اینجا میاین چیه پس؟ اگه با چیز ضرورت داشتین برم بگوین. چی شده مادر؟ این عزیز توپراک چرا الا دادنی؟ به خاطر مبارک گفتن آمده بود دخترم. بلیاز خدای قسم نکن. دقیقه در سالا حتی رویش ندیدیم، نامش نشنیدیم. حالا همیشه در زیر زناق ما میگرده. از یخنه پدرم میگیره. زیر کاسه کدام نیم کاسه است. چیز خاصه نیست دخترم. بلیاز خدا. موضوعات احمقانه گذشته است دیگه. آمد و رفت. بیبی ما چی میگم؟ سرمیزیای سفید و مقبول مندازیم. در سر کلشان گلای مقبول باشه تازه. درست است؟ ها؟ مادر. اصل قسم نگو. بیازو از دیشب فتره نمیفهمم که چی کدیم. راجی به پدرت ابرو و عزیز گپ نزن. چی میشه لطفا؟ اونا رو ایلا کن. ما درباره رستوران خود گپ میزنیم دخترم. چی میشه؟ ها؟ حالا بسیار کار داریم. زود باش دیگه. حالا شما دو نفر چی رسل دارین؟ پاکتا رو بگیرین. دموتر دگام است. به نظرم زیاد خدا عادت نتقندم اینجا ماندنی نیستی. هنوز معلوم نیست. من بازم جای به جای میشم. ای که کی میره و کی میمانه ای را زمان نشان میده. اعتماد به نفست واقعا مرا حیران میسازه. فکر میکنی همراه ما خدا زدن میتونی؟ خدا با ما یکسان فکر نکن. به نظر من شما خدا با ما یکسان فکر میکنین خانم دفنه. از این خاطر از ما اقدر خار میخورین. اما آرام باشین، چون شما با ما یکسان نیستین. به اصل اعتماد میکنی یا صبر؟ این قسم سوال میکنم. از بودن در زیر سایه خواهرت چی وقت منصرف خواد شدی؟ بسیار زود خواد دیدین که کی در سایه کی است و کی نیست. فقط صبر داشته باشین. در زیر پایا زیاد نگرد. تو بسیار خورد هستی. خدای نخواسته کسی سرکوبت میکنه. شما متوجه قدمایتان باشین خانم دفنه. شاید که بفتین. خدای نخواسته. خانم جانان چی گپ است آقا خلیل؟ از این که اجازه دادم که اصل امرای او را عروسی کنه خانم من از خانه کشید. به عنوان خودتان من لیاقت وضعیت دارم؟ فعلا به شما حوصله ندارم آقا خلیل. خانم جانان به حوصله‌تان ضرورت نیست، فقط یک گپتان کار است. ام دعای خیر مرا میگیرین، ام به خاطر شما مفید واقع میشم. شاید اگر یک کم عاید خوب داشته باشم خانواده‌ام هم نجات میده. تو چه قسم یک آدم چشم گوش نستی؟ به حال روز خود شکر نمیکشی؟ از کارم خوشت نمیاد آقا خلیل؟
اگه اصل خبر شوه که تو پدر سکش نیستی، باز از پیش دروازام تیر شده نمیتونی. دعا کو که برای فعلا مام ایره نمیگم، از خاطر که به حالت شکر بکش و دانه تا بسته کن. به همراه تو، به حیث مادر اورال، به حیث خوشویدنی، بلکه به حیث مادر الینا گپ میزنم. به عنوان یک مادر گپ میزنم که به خاطر زندگی دخترش میتپه. التماس میکنم به من کمک اصل، التماس میکنم. اصل دخترم، اونجا که کارت خلاص شد گیلاسا رو بیار، درست است؟ اصل دخترم، اصل؟ بله مادر. تو را چی شده دخترم؟ به عزیز فکر میکنی؟ نه، میفهمم که کدام گپ هست، اما برای من نمیگی. پرسان نمیکنم مادر، وقتش که رسید باز خودت برای میگی. پس چی گپ هست دخترم؟ خانم جانان چی شده؟ برای چیز گفته؟ او از من کمک خواست، به خاطر دخترش، به خاطر الینا. الینا بسیار مریض است مادر، از عمرش بسیار کم مونده. درست است، اما من ایره نفهمیدم که تو چطور کمکش میکنی. اگه کتی کنان عروسی کنه باز خوش خود بود، اما در بین فقط مانع اورال است. فقط من میتونم که مانع شوم، من میتونم ای کار کنم، دیگه هیچ کسی نی. دخترم، فرض میکنم که هموتا شد، اورال قناعت دادی، کنانم راضی شد که عروسی کنه. ای قسم بدتر میشه. تو با کنان چه قسم در یک خانه زندگی خواد کردی؟ او قسم چشم به چشم، شانه به شانه. کنان دیگه وقتی که طرف چشمایی میبینه محبت من احساس نمیتونه. کسی که نخواست عروسی کنه او مستو، اما حال برعکس. کوشش میکنم که او عروسی کنه و خوش باشه مادر، من را فراموش کنه، بیازو گذشته ای نداره. مادر من با کنان بودن نمیتونم. دخترم اقسم نکو، زندگی اقسم سپری نمیشه، اقسم آشیانه ساخته نمیشه. من صبر میکنم مادر، صبر میکنم. یک روز میرسه که هم از اورال و هم از او خانه نجات پیدا میکنم، اما برای یک مدت مجبور هستم تحمل کنم. اما دخترم چرا؟ من نفهمید. اگه حالا از او خانه برایم اورال عقلش از دست میده، ترک کردنم او را دیوانه میسازه. الینا یک دختری معصوم است که هیچ گناهی نداره، او میموره مادر. تنها کسی که در روزهای آخر عمرش میتونه او را خوش بسازه کنان است. اورال نمیفهمه که خواهرش میموره. به خاطر از بین بردن رابطهشان هر کار از دستش بیای انجام میده و تنها کسی که میتونه مانع اورال شوم هستم. یعنی به یک مدت مجبور هستم او خانه را، او جهنم تحمل کنم مادر. به خاطر نجات خود نمیتونم دیگر را فدا کنم. مرا درک کن. درک میکنم دخترم، درک میکنم، اما تو بارزشترین چیز زندگی مستی. من چطور اذیت شدن تو را قبول کنم دخترم؟ این اذیت شدن تا ابد ادامه پیدا نمیکنه. روزش که رسید از او خانه و از او جهنم نجات پیدا میکنم. اورال حساب کارای خودم میپردازم، اما تو او روز هیچ کاری کردن نمیتونی. اگه تو کاری کنی تمام پلان من نقشه براب میشه، کلی چیز دیگه برباد میشه مادر. پلان چی اصلا؟ ده فکر تو چی است دخترم؟ حالا پرسام نکن، وقتش که رسید برات میگم. اما همراه این وعده کن که هیچ کاری نمیکنی. این موضوع را در اینجا فراموش کن مادر، وعده کن. اصل مرا نترسان. او انسانای قوی هستن، انسانای خطرناک هستن. اگه سرت کدام بلایی بیارن چی؟ هیچ چیز نمیشه. روزش که رسید نیمه و نی عزیزایم ضرر میبینن. هیچ کس، فقط دمیروغلا هستن. اونا باید حساب تمام کارایشان رو بپردازن. اما همراه این وعده کن تو مداخله نمیکنی. وعده است. تو هم همراه من وعده کن. سرت ده کدام بلانتی دخترم. خب دیگه ما باید برام. درست است. مام اینجا رو جمع میکنم و بعدن خانه میرم. سعیس باز گپ میزنیم. دخترم
خانم وکیل سلام. چی کردین؟ کدام پیشرفته است؟ درکتان میکنم اما وقت کافی نداره. باید هر چی زودتر این مسئله را حل کنیم. درست است، من منتظر تماستان میباشم. مثل مروارید سیاه کدام کشتی دیگره پیدا کردم میتونم یا نه نمیفهمم. مروارید سیاه خاصیت شمی است، بی نظیر، پر از محبت هم رفتنی. از این خاطر کشتی را پیدا نمی کنیم که جای او را بگیره. یک کشتی نو پیدا می کنیم و همراه عمو گذارم می کنیم. بفرمایید. خوش آمدین دکتر صاحب. خوش باشی علینا جان. من از آمدنتان به خانم جانان خبر میتونم. چطور هستی علینا؟ خدا بهتر احساس میکنم. بفرمایید. خوش آمدین. سلام. بفرمایید بشینین. خب خانم ملکه چی خدمت کردم میتونم؟ میخوایم که از شوهرم جدا شوم خانم. توی حال روز ما رو بیبی. من راننده هستم، صفاکار هستم یا پایدو؟ ها؟ من کی هستم؟ چی کار میکنم؟ یک صفاکاری مانده بود، ای کارم کردم. باز چی شده آقا خلیل؟ باز چی امرای خود گفته میری؟ آقای محترم، دلای کاری من قسم یک چیز نیست. من راننده هستم، راننده، صفاکار خو نیستم. اینجا کدوم جای مسلکی نیست. کار چی؟ تو دوباره چی گپ میزنی آقا خلیل؟ هر کاری که پیش بیایه باید انجام بدی. اگه خوشت نمیای میتونی که بری، دروازه اونجاست. خیلی قسم است؟ بله می قسم است. این زندگی هست آقای عرفان. البته که یک روز خانم جانان پیر میشه، دخترم در رأس شرکت و خانه قرار میگیره. تو درباره آینده‌ات فکر کن. باز چی خواد کردی ها؟ تقاعد؟ فکر میکنی وقتی که خانم جانان پیر میشه تو دمی حالت میمونی آقا خلیل؟ بس است. زیاد گپ نزن، با کارت برس. صفاکاری تو که هر طرف خاک گرفته بیبی. زود باش. ای حال کارتم گفته بودم خانه تام. بس از دیگه بیخی خسته شدیم به خدا. وضعیتش چطور است دکتر صاحب؟ فعلا خود کدام مشکلی نیست. شما دوایش بدون کاستی برش بتین. میزان اکسیژن، نبض و فشارش باید روز 3 بار چک شوه و دهی دوسیام یادداشت شوه. با خاطر پیگیری سایر مریضی ای بسیار مهم است. شما تشویش نکنید. من چی وقت استاد شدم میتونم. از دست این ماشین بیخی خسته شدیم. باید یک کم دیگه صبر کنی علینا جان. حالا به خاطر آزمایش باید خون بگیریم. گفتن خون؟ نه دکتر صاحب، من دیگه خون نمیتونم. تمام بدنم بیخی درد میکنم. علینا جان لطفاً دخترم. خسر کلش گناهی توست دخترم. اگه تو یک کم وجدان می داشتی پدرت در این روز قرار نمی دادی. به هر حال یک روز امرای تو هم حسابی خود کردم. تو این روزگار ما رو ببین. توبه کردیم خدایا. این دیگه چی هست؟
کندال لطفاً برات عذر میکنم اینو مرا بلالایم بده. اما ای کارا نمیتونم ناز، بخشش باشه. لطفاً کندال بیبی از وضعیت اورال خو خبر هستی، من دیگه از اون میترسم. لطفاً. بسیار معذرت میخوایم، ما ای کارا نمیتونم. ناز کجاستی ناز؟ بیا، میمونا منتظر هستن، میمونا وقت رسیدن. ناز تو کجاستی ناز؟ باید بگه پای تو گوش میکردم، باید امرای اورال عروسی نمیکردم. لالا تو از اول به جانب بودی. من بسیار پشیمان هستم، بسیار میترسم. لالا مرا نجات بده لطفاً، به کمکت ضرورت دارم. ناز، آی خدای من، تو چقدر بزرگ هستی، هر وقت حاجت من برآورده ساختی. آل ده قبضه مفتی دندی می رغلا. خیرت هست مادر؟ یا مادگی ها به خاطر چی است؟ شام یک مهمان نو داریم دخترم. مهمان کی است؟ وقتی که آمد خواد دیدی. سلما، به نورا بگو که بشقابای سابقه را برداره و نوش آماده کنه، به خاطر که برای همین ما یک سرآغاز نو خواد بود. درست است خانم جانان. راستی مادر، او دختر دیگه تا چی وقت همراه ما می باشه؟ کدام دختر؟ ابرو؟ بله. تا وقتی که خواسته باشه. او خواهر عروس ماست، جز خانواده ماست. قسمی که این خانه از خانواده تو پذیرایی میکنه، اما قسم از خانواده اصلان باید پذیرایی کنه. نه؟ چی شد؟ نه که کدام شکایت داری؟ نه خیر مادر، اما تو پرسند کردم. درست است، منتظر خبرتون می باشم. لطفاً این مشکل هر چی زودتر حل کنین. بسیار تشکر، مانده نباشین. اصل؟ چی شده؟ کدام اتفاق افتاده؟ چرا اینجا آمدی؟ خب با دیدن شوهرم آمدیم. خوش آمدی. ما میخواستم بنان خوردن برم. اگه میخوایی یک جای میریم. خوب است، یک جای نان میخوریم، اما اول باید راجع به یک موضوع گپ بزنیم. مطمئن هستی که چیزی نشده؟ مطمئن هستم. مدت طولانی میشه که خوب نبودیم. بشینیم. بریم. اورال، من میخوایم که به زندگی ما یک چانس بدم. خوش ساختن تو را امتحان میکنم. نمیفهمم چی بگویم. مرا خوشحال ترین مرد دنیا ساختی. فقط وقتی طفل بودم اینقدر خوش بودم. اما یک شرط دارم. خب شرطم داری؟
مقابلش ما هم یک شرط دارم. راجع به اصل گپ میزنیم. دیگه نام او برای معنای نداره. ما فقط به شما توانایی خود نشان دادم.